بچه‌ها سلام. برای تعریف سویچ و کدگیری مجدد ECU تویوتا کمری باید سویچ ماشینمون کاملا بسته باشه، تمامی درب‌ها بسته باشه به جز درب سمت راننده. با یه تیکه سیم سوکت اوبیدی رو از سمت پایین چهارمی و از سمت بالا پنجمی، زمانی که این خار سوکتمون رو به بالا باشه. اگر هم رو به پایین بود همین قضیه بالعکسش. به هم وصل میکنیم و میشینیم داخل ماشین. در به سمت راننده رو میبندیم، سویچ ماشین رو کاملا باز میکنیم، شیشه سمت راننده رو میدیم پایین، مجدد سویچ رو میبندیم، در به سمت راننده رو باز میکنیم، از ماشین پیاده میشیم، مجدد در رو میبندیم و سویچ ماشین رو از شیشه ماشین باز میکنیم. نباید درب ماشین باز بشه. کاملا سویچ رو باز میکنیم، چراغ‌های پشت آمپر شروع میکنه به چشمک زدن و 45 دقیقه باید بذارید تو همین حالت بمونه و در ماشین رو باز نکنید تا کد تعریف بشه.